محترم جناب عالی، پیشوای معظم ملت، من نازمبک آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 نایه اشکاشم می باشم. از برآمد امروزه شما پیشوای معظم ملت، ما جوانان کشور روح الهام تازه گرفته در حاشیه دستور و هدایت‌هایتان فعالیت منبع خویش را راه اندازی می نماییم. در سیمای شما ما جوانان کشور اساسگزار دولت نوین تاجیکان، حامی صلح و وحدت و نجات بخش ملت را می بینیم. در این سمت توجه شما در مورد دانش اندوزی و جلب ما جوانان به آموزش زبان‌های خارجی و تکنولوژی معاصر عین مدعا می باشد. طوری که شما پیشوای ملت بارها تاکید نموده اید، فردای دولت در دست جوانان است. باوری و اعتماد بلند شما نسبت به جوانان که بارها اظهار نموده اید ما را روبلند ساخته است تا همچون نیروی آینده ساز و پیروان حقیقی شما برای آینده تاجیکستان عزیز خدمت‌های ارزنده نماییم. شما پیوسته در برآمدهای خویش تأکید می نمایید که جوانان باید همقدم زمان باشند. در پرتو دستور و هدایت‌های شما من همچون متخصص ساحه معارف از روزهای اول فعالیت کاریم طبق راهنمایی‌های شما جهت بدل و نیت پاک کار فعالیت نمودن و تعلیم و تربیت شاگردان مشغول شدم. طول 8 سال فعالیت آموزگاریم در برابر تعلیم و تربیت برای آمادن نمودن شاگردان و آزمون المپیادا پیوسته سعی و تلاش ورزیدم. شاگردانم در المپیادهای سطح جمهوری سزاوار مدال‌های طلا، نقره و برنجی گردیدند. عین زمان در برابر فعالیت آموزگاریم و کار علمی نیز مشغول می باشم. پیشوای معظم ملت، باعث افتخار ما مردم سربلند تاجیک است که تحت رهبری شما جناب عالی به جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی می‌بینیم. ما جوانان از ملاقات امروزه روح الهام تازه گرفته این جشن تاریخی وطن عزیزمان را با نتیجه‌های بزرگ چون ارمغان وطن دوستانه پیشواز می‌گیریم. تشکر به دقتتون جناب عالی. احسن. مکتب رقمی چند آموزگار هستی؟ محترم جناب عالی، من آموزگار مکتب میانه عمومی رقم 34 نوعه اشکاشم هستم. بله. خب با دعوت چخیر است حاضر؟ شکرت خوب است جناب عالی. خنک است؟ نه این حال خوب است. بس مردم کیش کار دا مشغول شدن؟ شروع کردن. ما نایه اشکاشم بسیار سفرهای خیلی زیاد داشتم. با مردم چندین نفر جوانان را اونجا از اونجا چند نفر جوان دختران خواهش خواندن کرده بودن. من به یادم خوب است دعوت کرده آوردم. مردم خوب است نایه اشکاشم بسیار مردم خوب است. اصلا موقعی که تینجی آرامی در نایه حکم فرماست، امنیتی نایه بگیم که از سرحد یکی از بسیار مشکل وای است تامین کرده شده است. ما نایه راشقاله و نایه اشکاشنده های روی راست من در جلسه آخران ملاقات که با مردم ولایت داشتم ابراز داشتم که ما کمتر توجه کردیم. ما میباید دایر به مشکلات و پرابلم های نایه اشکاشم توجه زیادتر هم مبلغ زاری هم ساختمان هم بنیادکاری ها را مشکلات شما میدارم پرابلم ها را من سپارش دادگی هستم دیرکسیا و دیگران با حتما کمک میرسانیم. مردمی باننگ ناموس هستند. من هیچگاه فراموش نمیکنم پس 30 سال به نهایت صادقانه از سیاست پیشگرفته دولت و حکومت دستگیری میکنند. بسیار بسیار من هیچگاه فراموش نمیکنم. چندین وقت رفت سفرها من میمانم بودم. بعدا همون میماخانه گرچشمه بنیاد کردم. خیلی آدم رفته استراحت میکنند میگیرند در اونجا بسیار جای شرایطی درجه عالی مهیا کردیم. راه ها ساختیم. ورزشگاه حال ناتمام است. کامی جای در هفته ساختمان قرار دارد. میکنیم ما با پرابلم ها و مشکلات از بین میرود. جهان تشکر از نایه دوردست کوهستان دوردستترین نایه دوردستترین جمهوری میگیم که سزاوار
مدالی طلا شده در المپیاد اشتراک کردن کاری آسان نیست. یک جان تشکر و مردم سلام گو. تشکر زیاد جان. ما انشاءالله میبینیم. سلامت باشید. یک جان تشکر. سلامت باشید.